آه 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 بیا 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 جلو بیا بیا خوب نپرم چطوری این فقط تو فیلم ها الکیه دیگه. هیچکی چجوری این کارو میتونم بکنه کسی؟ من استرس میگیرم میخندم آقا وجدانی. الان این بوی مثلا بدن من اینا رو که این اسبا نمیفهمن که. نه چرا کلا میفهمن اگه بخوای حساب کنی. حتی ترس هم داشته باشه شما اونو میفهمن که شما ترسیدید. خب من چیکار از کنم؟ نظر اینکه اون کاری نداره من میبرم سوارتون میکنم. میشه من اسبمو خودم انتخاب بکنم؟ نه متاسفانه. چرا؟ اسبتون رو مربی که بنده هستم من بعد انتخاب کنم، به خاطر که نگاه به وزن شما میکنم ببینم که بعد اسبتون رو من بر مبنای وزن شما انتخاب کنم براتون. الان حدس میزنی من چند کیلو باشم؟ یواشکی در گوشم میاد. شما 100 کیلو. الان یواشکی گفتی؟ دست شما در نکنه. همه فهمیدن که. ولی من خب مشخصه. تو همون حول و حوشم. بله. یه خود کم و بیش. به هر حال همینه دیگه. بله. خب اصلا حالا اسبی دارین که بتونم من سوارش بشم؟ با این حسابی که دارین میگین؟ داریم. میشه؟ بله. چون که زیاد نمیخواین سوار شیم، یه موقت میخواین سوار شیم، چون معمولا ما سنگین وزنا رو ثبت نام نمی‌کنیم. بله. میانگین وزن ما دیگه حد اکثر 75 کیلوه برای سوارکاری. و اونم که وزنشون بالاست، از 75 80 به بالا هست، بهتره که این ورزش ادامه ندن. خب اینجوری که دارین میگین میبینیم مثلا شما اسب دارین. من ببینم چه اسبی میتونم براتون انتخاب کنم. آقا الان میخوام پگاسوس رو چیز کنیم، زین کنیم. بله. خب چیا رو باید بیاریم؟ اول باید زینو برده، عرقی رو برده رو هم بده. این چیه؟ عرقی ماده زیره. نه وایسا پگاسوس وایسا. کجا میری؟ کجا میری؟ کجا میری؟ بیا. اینو بنداز بالا به این شکل. اینجا. یکم بیا جلوتر. بیا جلو. آها. این پد زیر زین. آفرین. اینم به همین شکل جلو. اینم اینجا. خب حالا خود زین. خود زینم اینجوریه دیگه. آفرین. آره. بسیار خوب، خیلی خوب. خب من برم اون این چی بود؟ این سفیده تنگه. آره این تنگشه. محکم باید ببندیم اینو. خب بعد میام سراغ چی؟ افسارش دیگه. بله افسارش. اینم به این شکل میذاریم روشون، میاریم اینجا. این آهنشو به این شکل میگیریم میکنیم تو دهنش. گوش چپ از این بالا بین رو پیشونیشو. آها. گوش راستم از این قسمت رد میکنیم میان. بله. این موهای زلفون پریشونش هم اینجوری رد میکنیم. بله. راحتی؟ پگاسوس آماده سواری. خوبی؟ اوکی. بریم. اینو باید ببرم کجا؟ بیا الان کارگرشم. بیا بریم. پگاسوس چطوری؟ این الان از من نترسید؟ نه احساس آرامش میکنه، هیچ ترسی نداره. خب خدا رو شکر. آقا خب حالا الان اینجا من میتونم سوار شم؟ اینجا نه، بعد بریم داخل مانژ. یه مانژ داریم، مانژ بیضی که مخصوص همین سوارای مبتدیه، بعد حتما بریم اون تو سوار. من یه خورده بلدم باشه بعد بریم اونجا. باشه آقا بریم. بله. من بیارم شما بفرمایید. من خودم میارم. باشه بفرمایید شما.
شکل. این دو تا دستو میگیری اینجاست، میگیری اینجا رو. اینجا آره. میگیری اینجوری. آره. این موش هم میگیرم. آره. اینجا دست میدی چنگ این زیرم بگیر اساسا. این زیر. پای چپتو بلند کن. خب یه فشار رو پای راست بیار، پایزونو بگیر، قاش زیرو بگیر. آفر. قاش. یا علی. حالا شما بلش کن اینو. طرز گرفتن این دو تا تصمیم چرمی روش میاد دست جلو. اجازه بدید. دست جلو. به این شکل تو دست سوار قرار میگیره. کفش پیکان پاتونه به سه قسمت تقسیم میشه. یک سومش داخل رکاب، دو سوم بیرون. رکابو با پاد میگیری، پاشنه قشنگ میدی پایین. آره، رکاب با پنجه پاد میگیری نگار میداری. پاشنه پات هم میدی پایین. کمر صاف، قفسه سینه بیرون، آرنجا داخل. دستاتون 4 انگشت جلوی قاچ زین، 4 انگشتم رو گردن اینجوری. این بالا 60 دستتون. حالا آروم با پاشنه‌هات پاد بزن بغلش حرکت میکنه، قدم برید جلو. دستاتون حرکت نکنه. صاف سر بالا رو برو. دستا بغل هم، پاشنه‌ها پایین، پاشنه‌ها پایین. پنجه پا تو رکاب. خود آزاد باید بزنه. آره تقریبا. میگم دست دهن اصلا حس میکنه فقط. نه زیاد میکشی نه شلش میکنی. این فرمونه. بله فرمون و ترمز. اولین بار سوار اسب دیگه شماره؟ بله. خب خیلی عالیه. واقعا؟ والا. من دارم میرم تو دیگه. برو. هیچ نه اتفاقی نمیفته بیا. الان انتظار داریم باهاتون حرف بزنم. اصلا نمیتونم دیگه واقعا حرف بزنم. واقعا نمیتونم. بیا. اصلا یا منو برداشت بود. انگار نه انگار. نه پامو چسبوندم بهش، نه بهش فرمان رفتن دادم. خودش واسه خودش داره میره. نه ترسیدم عزیز من. تو هم اگه الان اینجا بودی روی این ارتفاع 2 متر و خورده ای داشتی کار میکردی، اونم برای اولین بار، حواست به کمرت باشه، به سرت باشه. آروم باش. آروم باشا. این زبون اسب شما بلد نیستی. نه 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 رو اشتباه گفتم، اون مال رفتنته. وایسا. وایس. بالا پاتو آزاد کن. برو. آفرین. وای 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 تمام جونم درد میکنه. یکم راه برو. بابا خیلی یه بار سوار شین بعداً بخندیم به من. میتونم ازش فاصله بگی بیا کنار میاد به هوا بیرون. بیا. حالا صداش کن. همدان. اون دوست یونجه رو از زمین بردار 4-5 تا با هم بگیر ببر جلو ببینه میاد. الان خوبی گفت سر من گفت. نه کاری نداره. بیا همدان. سعی کن دستتو نترسونی اصلا. آها آروم باید باشم. یعنی چی این؟ راحت آرامش داره. اینجوری میکنی؟ یعنی من آرومم؟ بله. یه خود میتونیم زبان بهتری برای پیدا کنیم برای داره خوب شناساییت میکنه. جان این بو میکشه یعنی الان منو بیا. غیر از اینکه بو میکشه حس میکنه. اون ارتباط رو حسی برقرار میکنه، متوجه میشه. بیشتر حسی ارتباط برقرار میکنه. اون عرب بود، این حالا این ترکمنه. این اسم ترکمنه؟ بله ترکمنه. چه قیافه هاشون واقعا فرق میکنه. ما آدم فکر میکنه همه اینا شبیه همن. این نه دیگه اون گوشش الان الان رو پیشونیشو، اون درشتی چشماشو، بعد نجابتشو. این نجیب تره؟ نه اون نجیب عرب تره. بله. اصالتی که عرب داره هیچ اسبی تو دنیا نداره، هیچ نژادی نداره. این شیطون تره آره؟ بله ترکمن معمولا یه خود شیطون میشه. این گوشش هم الان عقبه. عقبه. اون گوش خوابونده گارد گرفته دیگه الان دیگه تقریبا. چرا؟ خود گاهی این ده هم میندازه خوده. بله. بیا.
ولی یکم ولی بازم باید مواظب باشید. گوش گرفته عقب ببینید دیدی باید مواظب باشید. ببین الان یه خود اینجا خیس کرد. حالا اگه من دستمون نمیکشنم محکم شاید یهو دندون میندازه. چون بعضی اسباب اینطوری هستن دیگه. معمولا تو این الان مثلا به صاحبش هم همینطوریه. کلا اینطوری هست ولی با صاحبش شاید کمتر. ولی بعضی اسباب برزاتن دیگه صاحبش هم بره همین کارو میکنن. خیلی آرامش میده ارتباط با حیونا نه؟ بله. هرچی بری نزدیک نوازشش کنی این بیشتر خوشش میاد. ولی الان یه خود گوشش عقبه ها. نه اون دیگه کاری نداره اصلا. اینا سنگ نمک هم براش میذاری؟ بله نمک حتما باید باشه. ولی اسبای کورس رو به این راحتی بهش نمیشه نزدیک شد. خب دیگه اونا بیشترشون کورسا خیلی شیطونن. آره تارابرت هستن. آره تارابرت و اونا خونگرم هستن، دخون هستن و اونا یه خورده بدقلق میشن توشون. چطوری تو خوشگل؟ بیا. علی این اون وقت با من دوست میشن اینجوری؟ 2-3 بار که بیایی صدا تو بشنفن و هویج و قند و اینا بیای بهش بدی یا سیب اینا بهش بدی دیگه عادت میکنه بهت. صدات بیاد از اون دور که بیای فوراً میام بیرون شروع یعنی کنم به شیهه صدای بده. من پس خیلی مهمه برای اینا. خیلی بیا. بیا. بباجه رو دست رو نکش. آفرین. وقتی میگیری دست قشنگ تو خول بده به طرف. بذار اینم بدم این خیلی نیا کن. بیا. بیا. سیبم دوست دارم؟ بله. بیا. یه گونی باید میگرفتی اینا همشون الان نیا که کن. داره نگاه میکنن یکی یه دونه حالا اونا که اون تربیت که کار میکنن این سه تا هم یکی یه دونه حداقل یکی یه هویج بهشون بده. اومدم نه تو خورد بیا اومدم بیا این همون بود خوردی که تو دیگه. این همون بود که اصلا بیرون نمیومد هر چیزی خب ببین من هر چی التماس کردم بوی هویج شنید اومد بیرون. ولی هویج آورده اومد بیا خب برو دیگه بس دیگه ندارم بچه بد بیادب چون تو خیلی مؤدب بودی بیا علج تو خب ندارم دیگه ندارم بابا ندارم تموم شد دیگه خب بدون سیبا اینا نصف همه یکی یه دونه بده همشو برس. اینا که خوردن بریم اونا که نخوردن بهشون بگیم. آره بسه این اسب داره لنج میره. لنج برای رام کردن و عضله سازی اسبه. این سیلیسه. جدیدن دیگه الان تمام مانجا رو از سیلیس استفاده میکنن. رطوبت رو بهتر نگه میداره. اسب لیز نمیخوره. اگر کره باشه یه روز در میون، اگر اسب بزرگ باشه هفته 2 روز کافیه برای لنج. من بس که با اسب کار کردم، با لنج کار کردم، اگه کسی باشه برای اولین بار یا دومین بار بیاد شاید سرش گیج بره، ولی من زیاد کار کردم اصلا عادت دارم 2 ساعت هم لنج کار کنم هم تو بچرخم اصلا سرگیجه نمیگیرم. بدو
ها بختریه این مال منه یه مال اسب ها بیا نیا کن حالا از من بگی نه بده خودت بهش من نمیدم جرأت داری خودت بهش بده ندارم نمیدم بیا اینجا بیا آقا کی برگشت گفت این دستیه اونجا که آقای وجدانی داشت انجام میداد من گفتم سخته الان هم داره درست میگه این کار که سخت‌تر از اون یکیه که چیکار کنم آقای وجدانی با اینا این همه دارن گیر میدن به وزن من چیکار باید بکنم الان میخوام دندون اسبا رو بشمرم ولی آقای وجدانی میگه تخصص من دندان پزشکی نیست بنده مامایی کار میکنم من مربی هستم بله بیا من میگم که من از این الان بیشتر دویدم خب اون دوستمونم که حالا اشاره مستقیم نمی کنم که گفتش که اینم دستیه حالا به خدمتشون میرسم ولی خب از سادگی من سوء استفاده کردن ایشون حالا چجوری به فکر رسیدی که بری بالای دیوار به فکر خودم نرسید اون آدم نامردی که گفت این دستیه گفت برو روی دیوار منم نمیدونستم رفتم روی دیوار میگم من عرق کردم فکر می‌کردم چیزم عرق نمی‌کنه چی بود اسم پیروکسیکام پگاسوس پیروکسیکام چی پیروکسیکام که پماده مازرات میخوام ولی الان این شنیده چی بود آخه یه چیز دیگه میگه خوبه پیروکسیکام پگاسوس کجا پیروکسیکام باشه پی اولش درسته آره اون پیروکسیکام هر چی باشه این فکر می‌کنم مثلا سواری الان من خیس عرقم ولی این بدبختم کلی عرق کرد این خیسه این آره دیگه عرقیه هوا گرمه اصلا وقتی کار میکنه عرق میکنه اینا هیچ فرقی با هم نمیکنن این زینا چرا؟ یعنی یکی حرفه‌ای باشه فرق نداره زینش معمولا سوارای حرفه‌ای خب که اسبای خوبم دارن با زینای خوب با زینای حرفه‌ای کار میکنن خب چه فرقی زینای داره معمولی برای سوارای مبتدیه که ما ابتدا با اونا شروع میکنیم به کار کردن چه فرقی دارن با هم خیلی فرق دارن اینا مثلا نوع چرمشون نوع ساختشون تو مثلا نشستشون نشیمنگاشون اون قلتاق توش که اون شاستیشه به حساب اینجا چند تا هست دارین ما دور و 200 هست بریم پانسیونه دیگه همش که مال خود باشگاه نیست بله پانسیون هستن بابا چقدر پول پانسیون میدن اینا تقریبا دلار 1200 با خوراک آره دیگه همه چی دیگه نعل اسبو چند وقت یه بار عوض می‌کنی بستگی به کار کردنش داره بستگی به نوع سمش داره اما کلا در مجموع 40 روز 45 روز اینم که دهنه است دیگه افسار اینم انواع و اقسام کلگی آبخوری بهشون میگن اینا رو خب با تو دهنی‌های مختلف اصل ایناش هم باید خوب باشه ولی اصل تو دهنیاشه یه خود ورزش گرونیه نه زین و این مثلا الان قیمت این خب شما یه زین که بگیری حداقل خوب بهش برسید در 15 سال استفاده میکنید اسب چنده اگه بخوام اسب هم همه رقم هست از 20 میلیون به بالا دونه‌ای الا ماشاءالله تا چند دیگه اسب تا 700 800 میلیون هم دونه‌ای هست نه بابا 700 800 میلیون تومان چیزی کم ندارم برای خریدن ها یه مثلا این 300 400 تومانیه رو من مثلا 400 تومانیه رو اگه بخوام بگیرم یه چیزی به 395 تومان کم دارم جالب بود با 5 میلیون تومان من فقط میتونم برم یه الاغ بخرم دیگه نه الان الاغ چنده این الاغ هم الان دیگه زیر 1 تومن 2 تومن پیدا نمیشه نه بابا که میگین دور بگیر قضیه خب چیه؟ در جا نباید بچرخونی اسبو
خب درجا به چرخونی چی میشه؟ پات مثلا گیر میکنه یه جا. مچ میچرخه خوب نیست، بعد میدون بهش بدی دور بزنی. رو مچش میچرخه. آره. اونجوری. بله. این ماجرا چیه میگن؟ از سمت چپ به اسب نزدیک بشین، از سمت راست نزدیک نشین. نه راست نزدیک شدنش چپ و راست نداره. سوار شدنه که میگن از چپ میری جلو سوار میشی، از چپ هم پیاده میشی. این منو اذیت کرد این شلوار. خب خود چون جذب نبوده دیگه. شلوار سواری ببین الان شلوار سواری پای منو یعنی ساق‌بندا رو باید جذب باشه. شلوار سواری پاتون باشه، کلام سرتون باشه، خب بهتره. اصلا خودت هم راحت تری. اینجا هم مگه کلا میخواد؟ برای دستگردون اشکال نداره، اما برای سوارکاری باید حتی قدم، چون پاتو میذاری تو رکاب است بعد کلا سرت باشه. بدون کلا ما هیچ کسی رو سوار نمی‌کنیم. یه فشار رو پای راست. اون برداشتم میرفتم. خب خوبه. خب دستورتون رو میزون کنید همونطور که گفته بودم بگیرید. خب پاتون رو رکاب درید. فرمون دست دیگه، چپ راست، اینجا فشار میاد رو به جلو. جای تنبل من با یه جلسه آقا خداییش با یه جلسه اینجوری راه افتادن خوب نیست. اصلا هیچ کسی ما یه جلسه نمیاریم جای باز تنها رهاش کنیم. گوش بدین لطفا. ما شاگردایی که میان میبریم مانژ بیضی با لنج خود کار میکنیم، ولش نمیکنیم تنها بره. بعدم جلسه اول که بخواد بره که تنها باید حتما تو مانژ بیضی باشه. پس ببین چقدر خوب بوده که من آوردمش اینجا. دارم این تو. بله مثلا قرار نیستش که همیشه آدم فقط اسب سوار شه. بعد گاهی بری اسب از نزدیک بشناسیش، لمسش کنی، تیمارش کنی، تمیزش کنی، زیرش رو تمیز کنی، خودش رو تیمار کنی، تمیزش کنی که بیشتر به اسب علاقه پیدا کنی، نزدیک بشی. خب حالا من در باز میکنم، شما تشریف بیارین تو. بیا. کیمیا این الان با من راحته دیگه ها؟ بله اون الان متوجه شده که شما میخواید برید اونو تمیز کنید، زیرش رو تمیز کنید، خودش هم تیمار کنید، اون فهمیده دیگه الان کاری با شما نداره. اسب باهوشه؟ راست خیلی باهوشه. بله شما حالا من یه چیزی سوال بپرسم راستش رو به من میگی؟ من چون خوب سواری نکردم من باید اینجا رو تمیز کنم؟ بله. دست شما درد نکنه. تقریبا اضافه وزنه؟ بله. خب من الان باید این خیسا رو بردارم. شما خیسایی که می‌بینید مشخصن، از اون گوشه هستش، اون ور پای خب الان من دارم میرم نزدیک عقبش. هیچ کاری با شما نداره. شما از همونجا بیلتو دراز کن، یکی که اونا رو هم روهاشو هر چه خیسه. آفرین عالیه. کیمیا نزن. همونطور که باهاش صحبت می‌کنی خیلی خوبه. کیمیا نترس الان تمیزت میکنم. کیمیا وایسا برو اونور. این چیز کو؟ برسه و قشو کو؟ بدیم من اون برسه رو بده. خب پس اول باید برس رو بکشم. نه قشو رو بکشم. بله قشو. کیمیا وایسا فرقش این وریه. نه ببخشید با دست اینم باید حتما اینطوری نکشیم، به این خوابش به این شکل. آره بکش اینطوری. آره آفرین. بکش چپ و راست بکش. آفرین. بکش. این بیشتر خوشش میاد. تو سینه‌ش اینطوری یواشکی میاد جلو. حالا این قسمت رو با دست چپ بکش. این قسمت؟ بله آره با دست چپ برو تو کمر اینطوری بیا واسه زیر شکم. برگشتم میتونه داشته باشه. آره اونم چپ و راست. یه خودم این تندتر. دور نکن خودت. ببین همیشه نزدیک به اسب تیمار کن. بچسب به اسب. این قانونشه. این هر روز باید این کار انجام بشه. هر روز باید تیمار شه اسب. حالا این برس رو بردار. این قسمتی که الان تیمار کردی قشا کردی. خب دیگه با برس اینطوری بکش قشنگ رو خوابش قشنگ بکش. رو خواب موهاش. وقتی اینطوری میکشی این برس رو یه خورده کسته 4 تا بکشی اینطوری پاکش می‌کنی. خب بدیم من بکشم. پاکش بیا. با دست راست بگیر. اینو چرا باید این کارو بکنی؟ این خاکاش گرفته میشه. کیمیا بعد اینجوری بله خاکش بره. حمومم میرن اینا؟ تو تابستون هفته 1 بار 2 بار اینا شستشو میشن با شامپو. اینو چیکار می‌کنی؟ می‌کنی؟ صورتشه. مال صورتشه؟ بله. چجوری بکش به صورتش. بکش به صورتش تمیزش کن. آره. وایسا.
وایسا زیاد گلش نکن، یه خود بازش کن قشنگ آزش کن. اینجوری یعنی آره بکش قشنگ دور و بر چشمش تمیزش کن، چون این مخصوص صورتشه. خب تموم. بله خوب. خیلی عالی بود. اینا چیزی جا نمونده برای اینجا؟ اولین بار کارت عالی بود. من فکر می‌کردم بترسم. ولی خوب بود. خوب بود. خیلی خوب بود. جان. چون خیلی برای اولین بار بیان به این راحتی نمیتونن برن پیش از که شما رفتید. خوب بود. تشکر کردی از من الان؟ آره؟ تشکر کردی؟ نوازشش هم بکنم. قربونت برم. مواظب خودت باش. چیز میخورن؟ 4 بعد یونجه میخورن؟ 3 بعدم جو؟ اوه زیاد نمیخورن؟ چقدر باید بریزی براشون؟ پر باید بکنم اینو؟ بذار من بریزم. چجوری؟ اینجوری؟ آها اینجوری باید باشه. خب برو تو. کجا بریزم؟ همینجوری بریزم کف؟ اون جای غذاش نباید بریزم؟ بیا بیا. نمیترسی ازشون؟ ها؟ اونی که خیلی شیطونه گاز میگیره چی؟ از اونم نمیترسی؟ نمیترسی ازش؟ برو اونور برو اونور. اسمش چیه؟ چی؟ ایندروای. الدروای. الدروای. ببندیم دیگه تکونم نمیتونه بخوره؟ نه دیگه اینو بهش میگن قمتر. چی؟ قمتر. قم آره. تر. قمتر. قمتر. یعنی چی؟ این نحوه اینجوری بستن قضیه. نگر میداره دیگه، تقریبا میفته پشت رکابا، پشت بند رکاب بالا. خب تقریبا یک کم هم دهنش کشته میشه، مثل اینکه یه نفر از بالا تقریبا میکشش. دیگه مثلا 50 سال جوون تر بشی بازم همین شغل انتخاب میکنی؟ 100%. بله 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 چته؟ من اصلا دوست دارم زندگیم یه طوری بود که تو باشگاه بود خونم. شبم تو باشگاه بلند میشم از تو خونم که تو دل باشگاه بود، هی دور میزدم، اسبا رو تماشا میکردم، اتاق مربی‌ها اونجا رو سر می‌زدیم، شب نشینی رفتیم تو باشگاه پیش مربی‌ها. یعنی یه جوری با دمپایی می اومدین؟ آره با دمپایی می‌اومدم توی محوطه دور می‌زدم شب. بیا تا آخر شب به اسبا سر می‌زدم، به نفرا سر می‌زدم، شب نشینی پیش هم دیگه چای مایی چیزی می‌خوردیم، دوباره صبح بلند می‌شدیم با اسب کار می‌کردیم. شبم تو یعنی لذت می‌برم وقتی من تو اسب هستم، با اسب زندگی می‌کنم. ولی اگر اینجا به دنیا نمی آمدین کار پدر شما هم همین بوده؟ کار پدرم از قدیم همینجا استبدار بوده پدرم. دیگه نمیدونم اگه اینجا به دنیا نمی اومدم چی می‌خواست بشه. اصلا فکر نکردیم به این؟ نه تا حالا فکر نکردم. ولی از اینکه اینجا به دنیا اومدم تو اسب بودم خیلی خوشحالم. آقا این همه به اضافه وزن من گیر دادین بعد از این همه کارینا من میتونم یه دونه شیرینی بخورم؟ چون امروز کار زیاد کردی، فعالیت کردی، یه دونه شیرینی امروز ابی نداره. دوستان که به من هویج جایزه دادن.
ولی حالا خب هویج حتما دادن که بدی به اسبت. آخر خیلی شیک اومدن گفتم بفرما بخور. بیا بابا یه دونه بدید. حرف حساب جواب نداره آقای میثم. آقا این توی همین دهن من میمونه لا دهن دهن شما بودم اینم نمیخوردم ولی خب حالا چون خسته شدی دیگه یکم پگاسوس میخوره؟ پگاسوس شیرینی فکر نمی‌کنم نه. بیا پگاسوس بیا شیرینی به جاش اینو بهش بده قند بهش بده. اینا از اون موقع تالایی دارن میگم بیا نمیاد اضافه کن بهش چون کار زیاد کرده امروز. خسته پگاسوس این خیلی از من تنبل‌تره ها. قبول دارین؟ پگاسوس بعد از زشت پشتش آدم به کسی نمیکنه بی ادب. بیا وایسا برو کنار. ببرش یکم عقب یکم ببر عقب. برو اون برو عقب. اینطوری برو جلو. حالا برو از این بغل. وایسا. آقای میثم خان. بله. شما تشریف ببرید از همینجا. راهتون از اینجاست. از همینجا برید. آقا راهتون رو موقع سوا کردین دیگه. شما هم رفتین تو تیم آقا گرگه دیگه. دست شما درد نکنه. بیا بریم. بیا بریم. بیا دیگه. تو روش نگاه نکن. شما راه تو برو خودش میاد. برو از سمت راست یکم سمت راست. از اونجا ببین از اون قسمت. نکن بیا. بیا. از صبح تا حالا ببین همش داری میخوری تو ها. بعد به هیکل من اینا گیر میده. خوب کار کرد. اگه یه چند جلسه بیاد پیش من یه خود فشرده باهاش کار میکنم که کمی همون لاغر بشه. بله به نظر من تنها ایرادی که ایشون داشت چاقیشه. چون برای سوارکاری وزن دیگه بهترین وزن همون 70 کیلو بیشتر نباشه. میخوام فشرده کار کنم یه خورده بدونمش بدون اسب سوارش کنم بدون رکاب ببرمش تا یه کم این گوشتای اضافه رو بریزه ساخته و پرداختش میشه درست میشه. خب باید کار کنه فکر نمی کنم بتونه یه مربی خوب بشه ولی خب باید کار کنه دیگه بعد ببینیم چجوری از آب در میاد دیگه. برخوردش عالی بود من خیلی خوشم اومد از برخوردش با حیونا. واقعیت من امروز بهش حداقل نمره رو دیگه 15 کمتر نمیدم بهش. این همه تو من اذیت کردی دیگه. بهت گفتم برو راه برو قدم میزدی برای من. بیا عزیزم تا حرف در نیاوردن برامون بیا. وای استاد خسته نباشید. قربان شما سلامت باشه. شما خسته نباشید. خیلی زحمت کشیدید. خواهش می‌کنم. قربان شما. من شاگرد خیلی خوبی نبودم. نه اختیار دارید. خیلی هم خوب بودی. خیلی خواهش می‌کنم. آقا حالا حسن ختام قضیه میشه یه مسابقه ما با اسب من با ماشین با اسب نه اشتباه نکنیم. شما با اسب من با ماشین بدیم. چطور این فکر کردی؟ میخوای یعنی منم یه خودت یه حالی به ما بدی آره. حتما شما یه حالی به ما میدید. مطمئنم. یه مسابقه بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. بدیم. بفرمایید. وایسا. وای. ماشاءالله کیرم وای ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله